روز دوم چیست؟ میلینگ مرج. خب ببین تو برش میگی که مثال آلی کپی 500 کپی ضرورت داری. 500 کپی خود مشکل جور نمیکنه که یک دانه هر کدامش اینجا رایت میکنی پرینت میکنی زیاد وقت میگیره. تو برش میگی که ما یک صاحب اون نفر که ما روان میکنیم یا با اون نفر که ما چاپ میکنیم یا اسناد برش جور میکنیم باید چی شود؟ نامه اون نفر اول باید نوشته کنیم. کجا اون نامه نوشته میشه؟ از کدام طریقه آورده میشه؟ در کدام جای ببین میلینگ مرج. اول خود شما باید در این صاحب فرقش اینی چیزا کنی که لیتر باشه یا ایمیل مسیج باشه. لیتر خط، ایمیل مسیج که به خاطر ایمیلینگ روان میکنی جور میکنی، انولپس پاکت خط جور میکنی، لیبل خو نمیفهمی لیبل جور میکنی و تاپا و علامه که ما شما خواندیم دایرکتری جور میکنی. یک نفر برات میگه که بین دایرکتری و بین لیتر چی فرق است، تو برش بگو که دایرکتری یک دانه پرینت میشه و لیتر شما میتونی که با مولتیپل people send at the same time در یک وقت با چند نفر شما روان کده میتوانی. دایرکتری و اینی چی فرق داره؟ فرقش اینی است، فهمیدی؟ اینی یک دانه پرینت میشه خود دایرکتری پرینت میشه. مثل فایل واره داکومنتس و اینی چندم یا نارمال ورد داکومنتس پرینت میکنی جور میکنی یا step میلینگ مرج ویزارد. step میلینگ ویزارد وظیفه اینی چی است؟ اینی همین قسم شما میتوانی که دین روز خوندی اینی تنها در کدام ساحه میره؟ دی طرف میره. اینجا مانی برات میگه که لیتر جور میکنی، ایمیل مسیج جور میکنی، انولپس جور میکنی یا لیبل. تو برش میگی که ما تنها لیتر جور میکنیم. خود چی کو نیکست کو خب دیگه راستی بچوک زمان شیده از بشانم. خب step by step ما آمدم اینجا می ببینی how do you want to set up your letter چکسبی letter set up میکنی. use the current document امی current document استفاده میکنی. start from template as template یا start from existing document از کدام existing document چی میاری. تو برش میگی که use current document document موجوده استفاده میکنیم. next برش بگو. 6 دانه step داره ببین the step چندم است؟ سوم. use an existing list مطلب که کجا کت ثبت است از اوسا همیاری. اینجا select from autolook contains از autolook مثال بلند میکنیم یا edited یا تو برش میگی type new list. ما type new list type میکنیم create. دیدن روزا ما کماندی کس بود یا نبود؟ اینجا انتری میکنی این برای درس میدم کستومایز داره بند. اینجا این مکمل هر کدام چی میکنیم ما برش میگیم که باید چی شوه دیلیت باید شوه. نمیشه اد میکنیم دیسا همین پورا دیلیت کردیم. چی اد میکنی؟ تو با کدام کس روان میکنی؟ صحیح؟ اوکی اد دیگه جابی اون پر چیست؟ جابش نوشته کردی. اد دیگه اد میکنی تو برش میگی که ادرس اون پر چیست؟ ادرس هم نوشته کردی اد و یک چیز دیگه می اضافه میکنی تو برش میگی ایمیل. چی باید باشه؟ الکترونیک میل. ایمیل. شما آل میتونی که هر کدام از اینجا چی کنی؟ دیلیت کنی. جاب دیلیت میکنی. Are sure you want to delete field job دیلیت میکنی؟ تو برش بگو نو دیلیت نمیکنی. شما میتونی که می جاب رینیم کنی. نه می جاب تغییر بدی دیگه نام برش میدی. تو برش بگو که کنسل دکن نکن. move up بالا ببر
جا بالا برد یا نه؟ موو داون پایین بیار. این مشکل کنسل هیچ کار نمیکنه. ورش میگم اوکی. اوکی شد یا نشد؟ اینجا تو با مثال با کی روان میکنی؟ با کیهان روان میکنی. تاپ جابی چیست؟ کیهان کیست؟ منیجر است. یا ادرسش چیست؟ ادرس مثال ارزان قیمت است. ایمیلی چیست؟ ایمیل کیهان @gmail.com. تاپ 2 مثال دیگه نفر خان است. با خان کی است؟ مثال دایرکتر است. ادرسش چیست؟ کارتناو است. ایمیلش چیست؟ khan@yahoo.com. این ایمیل ادرس. نفر سیوم عبید کی است؟ مثال टीचर است. چی است؟ ادرس کدام جیست؟ مثال خلای زمان خان. ادرس چیست؟ عبید @hotmail.com. hotmail.com. com. تاب کمال است. تاب کمال کی است؟ مثال ورکر است. اینی ادرس باگرامی است. kamal @yahoo.com. تاب نور کی است؟ نور هم چیست؟ टीचर. ادرس چیست؟ مثال اینیم کارتناو است. ایمیل ادرس nur مثال yahoo.com. اینی نامه مثال 5 10 20 100 200 500. چقدر نفر که تو یک چیز روان میکنی یا معنی که یک دیپلم یا سرتیفیکیٹ یا ریزلت شیٹ جور میکنی بچن شاگرد مطابق که شاگرد آره مطابق نفر که بچن نفر تو لیتر روان میکنی و نفر باید نوت کنی که تو باید باشه در ورق باید نوت باشه که بای نفر باید یه انگروشن است یا مثال ویدینگ است یا ستارتینگ است یا اوپنینگ است. این نفر باید بیه که بیه به او مثال به هر نفر اول باید که نوشته باشه به اینجا نوشته کنی چی میشه؟ خب نیو انتری نو کده میتانی. مثال انتری نو کدی ولی کی است؟ مثال टीचर. ادرس چیست؟ ادرس ارزان قیمت. ایمیل ادرس چیست؟ wali@yahoo.com. ببین این خو نیو انتر شده. فایند پیدا میکنی. فایند چی پیدا میکنی؟ این روز باید گفتم کدام نام که پیدا میکنی. فایند آل فیلد چقدر فیلدا که باشه. آل فیلدز معنی جاب تو ادرس ایمیل در کلگی پیدا میکنم. اگر دیس فیلد انتخاب کنی تنها اینجا شما میتونی که یک فیلد برش انتخاب کنی اما دوی فیلد برای سرچ میکنی. فهمیدی دی؟ پاس بیم دیلیت انتری کدام انتری که کدام برای ما دیلیت کو شما میتونی اگر اینی را یس کنی چی میشه؟ دیلیت میشه. کستومایز کالا میچ ای خونه میفهمی. خوب شدی خو میفهمی. اوکی میکنیم. اوکی برات میگی بیت ثبت شو. با یک نام چی میکنی آله؟ ثبت میکنی. با نام مثال خان بیت ثبت شو. وقتی که ثبت کردی شاگردا ببین اینی سلکت است دیگه مسیج باره تمام. edit recipient list با نامی چیست؟ میلمیج recipient get it. اینجا چی کار کرده میتونی از اینجا مثال تک مارک اوسو کنی از این شامل نمیشه اوسو میشه فهمیدی؟ اگر تک مارک آوردی پس شامل کردی شامل لیست. خب صورت باید باشه. صورت چی صورت میکنی؟ تو برای چی گفتی که صورت باید باشه؟ صورت باید تو ascending باید باشه. اوکی
خان 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 اینی ببین تو عبید کیهان کمال خان نور تو برش بگو که این پس بر ما دیسندینگ صورت چی صورت میکنی تو چی باید باشه تو برش گفتی که باید دیسندینگ باشه ولی بالا رفت جانا تنها شما میتونی که هر کلم جدا جدا از این انتخاب کنی صورت اسندینگ دیسندینگ برش انتخاب کنی و سخت نیست خب فیلتر برای تان گفتن که به خاطر فیلتر اینجا به سرچ استفاده میشه کی پیدا میکنی تو اکوال تو کی باشه تو برش گفتی که کمال باشه او برای ما تنها انتخاب کو که تنها یک کمال اینجا آمد یا نامد پس ختم کردن مینی ضرور است که جسم باید این ختم شود این خو ما پیدا کردیم پس تا فیلتر برو برش انتخاب کو که این جنن اوکی پس کلگی ریکارد آمد یا نامد فایند ڈپلیکیٹس اگر ریکارد ڈپلیکیٹ باشه برای ما پیدا کو ڈپلیکیٹ ریکارد باید دی داریم نداریم اگر ڈپلیکیٹ می بود تکراران می بود برات پیدا میکرد ڈپلیکیٹو قسم اول که ما انتری میکنم دو وقت باید ما ضرور یک ڈپلیکیٹ نوشته میکرد دی روز نوشته کنه خدای کامند نامد اونجا مثال یک ریکارد اینی ولی است ولی دوباره نوشته شده مکمل فیلد مساوی است اول تا آخر ریکاردش مساوی است فیلدش نیست چیز مساوی است ریکارد اول تا آخر مثال جا بار چیز مساوی باش برچی ڈپلیکیٹ بگه چه که این نامه چیز نیم یا ای ریکارد ڈپلیکیٹ منا پیگی کاپی تا وید کنٹرول وصل find a recipient یہ خو بیخی سخت است لگ وقت میں تشریح کنم صحیح فائنڈ میکنه مثال all fields the کلگی فیلد آبارت فائنڈ میکنه this field the field record the two تو برشمی که the two بر ما پیدا کو نور find نور پیدا کر دینا انسان validated addresses by مثل پست اونجا که چی خواندیم دا انولپ پستیج بود که سافٹویر بر ضرورت بود به او سافٹویر by validation address هم برای سافٹویر بر ضرورت چی برات میگن you need to install address validation software correct validation باز در اکسل میخوانه که validation چیست به یک ساحه که مثال رول قوانین برش میده که در این ساحه مثال یک نفر اجازه داره نداره این validation است که به او باز ما استفاده کنم در این فهمیدی مشکل خدای کماندا نیست خب اوکی میگه اوکی کردم که اوکی کردم اینجا آمدم ای سلیکت دیفرنت لیست اینجا سلیکت نمیکنیم چی کنیم یا ایدنت ریسیپینت دامو ایدیت میکنیم ایدیت هم نمیکنیم نیکست رایت یور لیتر ای بروز برات کار میکنیم ادرس بلاک چی کار میکنه ادرس بلاک به خاطر اینی است که ادرس برات چینج میکنه کارتناو و اینی ببین ادرس تیلس یعنی در کدام ریکارد کارتناو ارزان قیمت کدام باید باشه یک باید شامل باشه نام مثالی اینجا شامل نگرفت نام بالاست تو سندر نام هم میگن وقت اینی قسم ستایل از اینجا برش انتخاب کرده میتانیم گریتینگ لاین برش انتخاب کرده میتانیم اینجا آمدم گریتینگ لاین دیر مثال دیر سر and دیر گریتینگ لاین نست دیر چی باید باشه دیر باشه تو باشه تو گفته که دیر چه قسم باشه اینی اگزامپلشان است اینی قسمی باشه دیر سر اور میڈم تو گفته نه to whom it may concern لیتر اسی باشه لیتر است که به لیتر to whom it may concern یا dear sir and madam sir used for male and madam used for female and to whom it may concern used generally get it you to whom it may concern used what generally اینجا تا آمدی با کدام ریکاردی رو نوشته میکنی با سیوم با چهارم مثال با پنجم اوکی صحیح گریتینگ لاین هم آمد
ادرس بلاک برات گفتم که ما میتونیم که استیل ادرس تنها تغییر بدهیم و نام استیل اونجا برش و گریتینگ لین تنها گریتینگ لین آورده میتوانیم. اینی الکترونیک پوستیج ما سافٹویر که ما شما اینستال نیست چی برات میگه یو نیڈ تو اینستال الکترونیک پوستیج. صحیح پوست که میشه برقی یا پوست که اونجا که پرینت روان میشه بس چی میشه اتوماتیک پرینت میشه. صحیح مطلب گریتینگ لین چی است؟ گریتینگ لین معنی چی؟ مثال ای دیر یا گریتینگ لین شده سولوشن گریت منگه بچنگوی سلام کوشش گریتینگ سلام علیکم رغبت توای کنه وای عزیزی گرفته شد. صحیح مور آیتمز ای ادرس بلاک باید باشه یا دیتابیس فیلد. ادرس فیلد اینی ادرس فیلد مکمل به چی شامل است؟ ادرس فیلد ای پیش از پیش اگزامپل کمپانی است که ادرس 1 ادرس 2 کمپانی جاب تایتل و بلا بلا تو برش بگی دیتابیس فیلد ماجور کنی مورا کار دارم. صحیح انسرت میکنی انسرت شد نه کلوز میکنی میرم. نیکست امی تو پیش میرم ادیت ریسیپینت لیست برای ادیت میکنه اینجا ادیت میکنی نه هیچ ادیت نمیکنم. کمپلیت د مرمج چه وقت ملمرج کمپلیت میشه دی ساعت تو آمدی انسرت ملمرج تو با کی روان میکنی اینجا پریویو بدیش نشان نتا اینجا پس ما میم ملمرج جابش چیست دی ساعت میم یعنی خیلی جاب شد مرج انسرت ادرس اسکیس اینی ادرس شد. صحیح ببین و ایمیل اینجا نوشته نکردیم اینجا ما میم چی نوشته میکنیم ایمیل ایمیلش چیست ایمیل ادرس هم شما میتونی که از اینجا چی کنی ایمیل مرج کنی. ببین شاگردایی کامنت تو آوردی تو اینجا می ردیت ریسیپینت ردیت نمیکنیم اوکی نیکست کمپلیت میل مرج پرینت میکنی دایرکت تو برش میگنی edit individual letters دامین جا باید edit شوا برای ما بیاره بخاطر edit کردن دیدرس که اینجا اینی کماندا خواندیم تا آخر آمد یا نامد در حالت تو برش میگی edit individual finish all چقدر ورق که باشه کلی لیتر ها برید پرینت کنه تو برش میگنی current record یا برش میگی from کدام صفحه تا کدام صفحه چی برش انتخاب کو all record برای ما چی کو پرینت کو که چطور شده؟ با ولی جور شده؟ دوم با کیست؟ نور سوم با خان چهارم با کمال پنجم با کیست؟ کیهان ششم با عبید است امی کسیم جور شده جور نشد استاد همین تو ادرس همین اگر خود زیر خط نشته کنی یا سر خط خود دلیت کار جا نوشته میکنی قانونی نداره که زیر خط بید بیه دی مثال وقت که ای تو مثال که معلوم شد تو دو بالای خط نوشته میکنیم که با کس روان میشه دیت که براتون گفتم که سندر دیت کجا نوشته میشه و کسی که مثال ریسیور میکنه او کجا جا نوشته میکنه هر وقت که کسی که لیتر سند میکنه ای the left top of the left side دی ساحه نوشته میشه و با کسی که روان میکنه ای در کدام می در مابین می صحیح خب اینجا د لیتر سیز هم براتون گفتم لیتر سیز اگر دیدی که یعنی ما شما در دری نوشته میکنیم اینجا می یا نمی صحیح او چپ طرف دیزه نپاریم دلتا چې کله موږ میلینګ ایډیټ کړی شو دلته دا سوال دی بیا راځي خیر سنت ایمیل با کدام نفر ایمیل است یا نیست ایمیل سند میکنی سابجکت لاین با کلگی مثال نوشته میکنی که سلام باید باشه خب HTML فرمت باید کدام HTML باشه اتچمنت باشه پلین تکست باشه HTML فرمت پلین تکست ساده تکست باشه آل ریکارد چقدر ریکارد که باشه کلگی شما روان کده میتونی مگه نفر کرنٹ ریکارد موجوده روان کده میتونی
فرام از کدام ریکارد تا کدام؟ تو برش بی کرنت ریکارد با برش روان میکنیم. اوکی. No Microsoft Outlook profile has been created. The Microsoft Outlook configuration ضرور است او میشه جور میشه. صحیح؟ اسمی روان میشه. فهمیدی؟ خب یک یک هر کدام چی قسم روان میکنی. بایی خو یک نفر کارن کردیم خو دیگه ایمیل ادرس هر نفر معلوم است یا نیست؟ استاد داکومنت مایدار با امیر ریکورد خب کدام؟ ریکارد باز به اکسل باز میفهمی ببینی شکل ریکارد فیلد چی بانه؟ ریکارد بانه full information about someone is called record. Field بانه single information about someone is something is called field. صحیح؟ full information مثال name, job, salary, father name اینی full information شد. اگر تنها اینجا یک فیلد نوشته است که father name کمال ای چیز فیلد شد. ریکارد چی مانه؟ full information about something. and فیلد چی مانه؟ single information about something. خب میم اینی طرف کامند خواندیم پس ما میم دی صاحب بحث میکنیم که چی است ای به خاطر چی استفاده میشه ادرس بلاک هم ختم میکنیم که اینی چه قسم اینی طرف چه قسمی جور میکنیم خب در ای ساحه ما میم اینی خب براتان گفتم که اینی چیز است این خب فهمیدی میم سلکت میکنی سلکت قبلی که کدام جور کردی او را سلکت میکنی یا دیگه کدام ساحه را میگیری فهمیدی تو برش میگی که نه ما سلکت نمیکنیم سلکت هر جا باشه نمیکنیم سلکت new source file UBD Microsoft others next باک مثال دی دیتابیس بر ما سیو نشده دیگه داکومنتس خب ما از سیو شده کس نیست پیدا نکردیم که کجا ثبت است نآوردیم ما دامی داکومنت هستیم اینجا چی کار میکنیم use existing list از exist آوردن نمیتوانیم از اتلوک مثال نمیفهم اونجا کانفیگریشن نکردیم اونجا ریکارد نداریم خب تایپ نیو لیست دامی پروگرام ورد ما تایپ میکنیم یک لیست چی که جور میکنیم یا ریکارد جور میکنیم یا روان میکنیم اینجا تایپ میکنیم اوکی ببین این کامند آمد یا نامد شما باید در کستومایز در ریبان بی آمد یا نامد اینجا حال شما میتونی که چی کنی دیلیت خوش در باینه نه؟ تا دی که بیاول کرده ولی دی که طولانی درسی درس کمکی چی باشه؟ کمکی چی قسمی است؟ طولانی بی بینال مانده رولز قوانینش مانده که کدام قوانین ربط یک دیگه کامنت داره که با سبابانه میتونی فکر میکنی که چی بود صحیح؟ حالا اینجا ما میم نوشته میکنیم که مثال to add اوکی جابش چیست اوکی اینجا کامند سیومی چیست ادرسش چیست اوکی اینی کامند هستی کامند یا ادرس اینجا نوشته نمیکنیم هیچ نوشته میکنیم که مثال سل نمبر مکمل ټیبل یا بسل یا پروگرام با برش میگم اینجا انتری میکنیم که تو مثال عبید جابش چیست جاب کلینر است صحیح خب سل نمبرش چیست اینی سل نمبر است دیگه تلفن نمبر اینی که است مثال टीचर است صحیح سل نمبرش چیست اینی سل نمبر است سل مین فون نمبر خب تاپ کامند سیومی گران که است منیجر است خو اینی سل نمبر است چهارمی که است ولی است ولی مثال چیست ड्राइवर است اینی چیست سل نمبر پنجمی
احمد اینیم ड्राइवर است اینیش چیست سل نمبر است تاب مثال اینی گل چیست ड्राइवर است تلفن نمبرش چیست اینی تلفن نمبر است خب پس امی گل باید باشه تلفن نمبرش چیست ड्राइवर است اوکی کنی سب میکنی پیش که جابش سب بودو آمد یا نامد با این مثال بنام स्टूडेंट से سب میکنی صحیح سب شد سب شد یا سب نشد این ساعت می آل جور میکنی که چی ضرورت داره باید ما جور کنیم تو اول اینجا ملمرج میکنی تو دیگه چی است جاب دیگه چی است اینجا آمدی که به چی باشه سل تلفن نمبرش ایمیل ادرس هم دیلیت کنی اینی را فهمیدی که از کدام چه میاری اینی ادیت ریسیپینت فهمیدی که ادیت میکنی صورت فهمیدی تدا دبلیکیت مانده بود فایند دبلیکیت گل دبلیکیت بود یا نبود تو فهمیدی دبلیکیت برات پیدا کرد ایرم خلاص شد پس دبلیکیت هم شناختم اینجا ما میم هایلایت کو بریم هایلایت میکنه نه میکنه پس از هایلایت میمونی اینجا هایلایت هم شد تو برش میگی پریویو هایلایت پریویو ما میبینیم اینی پریویو شد که مثال عبید است اینی قسم هایلایت مرج هایلایت میکنه مرج شدم برات هایلایت میکنه ادرس بلاک مثال کدام قسم استایل بد باشه ادرس بلاک با ادرس بلاک آل ما ادرس داره ندارم اینجا چیزا من نامده پیش که ادرس می بود آمد یا نامد دیزاینش ادرس بلاک نداریم که با ادرس بلاک ما دیزاین یا استایل برش بدم اینجا میم گریتینگ لین باید چی باشه تو برش میگی تو باید باشه خب در کدام در مثال در دوم اینی قسم استایل باید داره اوکی آمد یا نامد دیر سر میدم گریٹنگ لائن اینی است یا نیست گریٹنگ لائن هم برش دادی اینی رم شد انزرت فیلد برچ ای را فهمیدی دیگه خب مشکل نیست خب رولز میچ فیلدز و اپدیت ای برات کار میکنی طرف میم پریویو باید باشه نباشه پریویو است اینی کدام ریکارد میبینی ای پریویو کردی پریویو باید باشه ای طرف برات می پیش یک ریکارد نور گران یک ریکارد پیش میره داخل میره اینی ریکارد پس داول میامره فایند ریسیپینت هیچ نمیپامی خب اتو چک فار ایرر که دین روز برات بحث کردیم که ایرر کماند مابینی باید استارت باشه وقتی که ایرر مثال واقعی شو مسیج باید کجا بره مرجینگ باید استاپ کنه استاپ نکنه چی باید شو یگان مسیج برات میدهگن وقتی تو خوب کار میتی مسیج مثال غلطی میه چی میکنه غلط برات ثبوت میشه تو برش میگی که ما وقتی مرچ میکنیم مسیج برای دنگ و استاپ علامه که مسیج میه وره ما بین نمیه اگه غلطی میکردم در کدام ساحه complete the merge without pausing a reports error in new documents برای ما کمپلیت کو خب پازینگ مثال نکو پاس نکو یعنی استارت نکو report error with the new document ببری اینی ما انتخاب میکنیم complete the merge passing the reports each error as occurred برای ما مرجینگ کمپلیت کو اگه کدام غلطی واقع میشه او را پاس کو استارت کو get it اوکی می آمد یا نامد ببین اما یک دانه موجود آمد خب تو پس دیسا همی Ctrl plus W don't save اینجا ما آمد و میترم پریو بید نباشه پریو ختم میکنم بید باش اینجا با میم اینی بخاطر چیست آل فینش یا اندینگ که فینش میکنی با اینی بید بی edit individual documents edit میکنی همینجا میبینی در کامپیوترت بخاطر edit کردن کدام اضافی تغییرات بیاری ببین وقتی که اینی کامنت انتخاب کنی آل چقدر پر ریکارد که باشه کلک برات edit بکنه current در کدام ریکارد که استاد باشه برات چی میکنه از مرج میکشه فرام از کدام ریکارد تا کدام ریکارد شما مرج میکنی تو برش بگو آل برای ما مرج کو آل ریکارد برات مرج کرد یا نکرد ها پس بی کنترل پلس دبلیو
don't. پس اینجا می فینیش پرینت داکومنت پرینت میکنی دایرکت هیچ نمیبینی تو برش بی چقدر ریکارد که باشه پرینتر باشه کنه که برای در یک وقت چی میکنه پرینت میکنه ضرور به اینی نیست که مثال چی برات بگویه آل ریکارد چقدر ریکارد که باشه یک دب برات پرینت میکنه کرنت ریکارد های کدام برات پرینت میکنه موجوده و فرام از کدام ریکارد به کدام ریکارد برات پرینت کنه کماند اینجا سیومی داره به سند ایمیل مسیج ایمیل که میکنی کلا که ریکارد میکنی یک ریکارد به یک نفر ایمیل میکنی یا صحیح فهمیدی اشکال رولز ترازو چاته څنګه چلده بس خونه دی زو دیگه تو خبره دی رولز که پای دیده وای نه استاد بس کلو ویدیو تو دیگه تا سندیو سامان په دې کې ما ته اول مشکل وای څوک مشکل لري بیا که سبا بډه نه کوي سبا خبرې به تاسو لري کې और फिर 10 किलो तो मना कर नेम जॉब सैलरी को लेके पैदा हो या तना द नेम पैदा करने के बाद सर्च करना अगर भी नेम तो फामी नहीं चेक भी करने इराक के वाकई में चेक करना है थ्योरी ऐसा मानी क्या अगर अमली में वो